دامولازیا چقدره که در بینتان بحث خوردکه گوید هم در اصل قهری بودنتان رو فهمیدم، چون همه آیله همون در اینجاست. این قهرگی را از بین بردنیم. آقای اکرم، من درباره این مسئله برای با شما گپ زدن آمدم. در اصل با زهرا ایستید ایستید. شما جدا شدن نمیتوانید. زهرا زهرا حامله دار است. چی؟ چی؟ حامله دار؟ بابا یک دقیقه شما خطا فهمیدید. همین خیل بابا جان، من حامله دار است. آخر بابا وای وای کاری کرده دومولو رو بیننده. از تو پرسیدم زهرا. بابا جان این خیلی چیز نیست. چه خیر من حامله دار. زهرا این را اکنون از ما پنهان نکن. خاموش شوید. این چی شرمندگی است؟ دامولازیا این چی گپ است؟ آقا گوش کنید، در بین بسیار نافهمی بزرگ است. خانم میلی، شما هم سفسطه‌گویی رو بس کنید. من سفسطه نمیگویم. این را از حجره زهرا یافتم. از حجره زهرا؟ بله. زهرا؟ چی خیر زهرا؟ من یک آخل حامله دار نیستم. دروغ میگوید. دروغ میگوید. این چیست؟ یک دقیقه ما رو گوش کنید. تو خاموش شو. زهرا گپ زن. بابا جان گپ زده ایستادم. آخر سفسطه میگوید. بله سفسطه گفته ایستاده است. دین هر دویشان یک گپ شده سفسطه میگویندن. با فکر من این یک نمودی اصولی نوی دامولازیا است. چی؟ داماد؟ آقا در بین بسیار خطاگی بزرگ است میگویم. من آخر اینجا برای گفتنی آمدم. برای گفتنی چی آمدی؟ چرا آمدی؟ برای با زهرا جدا شدنم رو گفتم. زهرا را چخیل با کودکی در بدنش بودم میپردایی. باز دامولا هستی. تو هیچ وجدان نداری. این کودک از من نیست. پس از کیست؟ زهرا تو حامله داری؟ دامولو این چه خیلی گپ زدن است. سخنتان رو دانسته زند. داماد چرا خاموشی؟ برای چه آمدی؟ بگو. این آواز دندان بود؟ نفهمیدم. آوازی چی؟ صدای دندان. اوه مگر من عقلم را خوردم؟ حتی صدای درونی را شنیده ایستادم. یا که صدا از بیرون بود فهمیدنم در کار.
آقا یک صدای دندانتون رو میبرآوردید. چی؟ چیکار کنم؟ صدای دندان یعنی این خیل، یعنی هنگام گپ زدن صدای عادی که میبراید آدمان میشنون کو. تو چی گفت ایستاده ای داماد؟ چی هم میگفت؟ بهانه جستجو دارد آخر بهانه؟ ای بس است آخر مرا یک بار گوش کنی؟ تو دخالت نکن گفتم حله. داماد کنی گپ زن؟ آقا چرا گپ زنم؟ بله بابا جان چرا گپ زند؟ این خیلی چیز نیست. آخر من حامله‌دار نیستم میگویم. آها بابا جان کاری شدگی گذشته است، اصلاح کردن نمیتوانند. بابا جان آن کاغذ اوزی از زهرا. خاموش شو گفتم حله. بهوده خواهرت را پشتیبانی نکن. تو چی خیلی این کارا کردی داماد؟ ما تو را دامولا گفتیم. دامولا بوده است. ملیس دخترم عیب است آخر. آخر من چیکار کردم؟ باز چی کار میکردی داماد؟ آقای اکرم گوش کنید، در بین نافهمی از باور کنید من همانند شما در حیرتم. این رو باید پیشتر فکر میکردید. من چی رو فکر کنم؟ باز میپرسی ها؟ ای بست آخر این با تو هیچ نمیزیبد. بابا جان کمتر آرام شوید. آرام شدن نمیتوانم. این قدر بی‌طاقت میبودید زودتر آیله دار میشدید. در پیشتان یگان مانع نبود. آی زهرا گپ زن آخر، چرا خاموش هستی؟ گپ زده ایستادم آخر فهمیدن نمیخواهند. شما خودتون گپ زنید. من چی گپ زنم؟ حامله‌دار تو هستی کو. دامولا شما چی ها گفته ایستاده؟ این چی خیلی گپ زدن است. سخنتان رو اندیشه کرده گویی. این صدای بیرونی بود. چی؟ یا خدای توبه، من این گپ رو کمی پیش از دهان تو شنیدم. این چه خیلی کار است؟ داملا بسیار خوب رفته ایستاده. این اصولهایتون رو حتی من اجرا کردن نمیتوانم. شما چی میگوید آقای فروخ؟ چرا اجرا کردن نمیتوانید؟ این بین خودمون میمونه. کنی یک لحظه در بین هر دوی شما چی گپ است؟ هر دوی شما از پشت کدام کار هستید؟ هیچ چیز نیست کاریتون نباشد تولی. زهرا اینجا چی شده ایستاده است؟ من هم کوشش دارم که چی شدنش را فهمم سیلین. باز دامولا شرم ندار. حیفت بوده مردنت به. بس است آخر، این قدرش از حد زیاد است. بله این قدر زیادی بد شد تولی. چی زیاد است فروخ؟ چی؟ شرمندگی. چی زیاد داملا؟ ای کمو زیاد یک طرف همش اشکار است آخر اشکار. حیف بود. باز دامولای ها در اینجا زهرا رو با کودکش پرتافته میروی و شرم نمیداری ها؟ خدایا توبه، او چه خیلی کودکه؟ داماد در حال این رسیلی را سفید میکنی. در حال آقا چرا تازه میکنم؟ آخر در بین یگان چیز نیست، خطاگی هست میگویم. باز دامولایی تو این کارا چه خیل کردی ها؟ چی خیلی این رو کردم بابا جان؟ چی خیلی نکاح؟ امام آفرین مادر جان، با واسطه امام نکاح کردن. همین خیلی دامولا. چی خیلی نکاح؟ دیوانه میشم. در اصل من دیوانه میشم. گوش کنید آقای اکرم، هیچ کس از من حامله‌دار نشده است. این خیل کار هم غیر امکان است. آخر ما حتی قریب با زهرا دست به دست نمیکنیم. آخر این خیل نکنید. نباشد چی؟ نباشد کودک از اوقسیو است؟ چی؟ این بابای چی علاقه دارد یانگه؟ خدا نگاه دارد زهرا. سیلین مرا دیوانه نکن. شرمندگی. آقای اکرم بینید نبیره دوست داشته اتون چی کار کرده؟ مادر شما چی میگوید؟ چی خیلی زاغ سیاه؟ کودک از اوقسیو است؟ دامالای مسئله زاغ سیاه از کجا برآمد؟ سمی دمت رو گیر. اگر نگیرم چی؟ گوش کن، لطه کوبت میکنم دیگر با خود نمیایی. پتی بسیار بکنید. ببینید دامالو چی میگه؟ شد اکنون مرا یک دقیقه گوش کنه. زاغ سیاه از کجا برآمد اکنون؟ خودش چی گپ زهرا؟ بابا جان با زاغ سیاه یگان علاقه مندی ندارد. بس اکنونه من دیگر طاقت این خیل ساسته ها رو ندارم. حسابی این همه رو از تو میپرسم ملیس. به همش تو گناهکاری. این رو بینیده؟ گویا که من با تو گفتم که حامله دار شم. زهرا التماس فقط تو گپ نزن. شرف اویلامون رو پای بو کردی. باز هم گپ میزنی ها؟ شرمنده. زهرا چرا این خیل کردی ها؟ بابا جان من هیچ کار نکردم. میگویم زیا آخر شما هم گپ زنید. من چی گپ زنم زهرا؟ با حامله‌داری تو من گناهکارم مگر؟ اکنون حالا گناهکار منم؟ آفرین. با خدا من گناهکار نیستم، خفه نشوید، من بگناهم. اینها رو بینید گناه رو با کردن یک دیگرشان میپرتویند. بس از آخریانگه. چی بس از زهرا چی؟ هم گناهکاری هم گپ میزنی. هیچ شرم نکردی؟ یک دقیقه مرا گوش کنید. زهرا حامله دار نیست. من حامله دارم. چی؟ حاله کاش که یک کودک دار می شده آن وقت همه چیز عوض می شد.
اکنون بس از سردارم کار شدگی شد. هله چرا این خیل میکنی؟ چرا میکنی؟ من نفهمیدم سردارم این زنها چرا با ما این خیل رفتار میکنند؟ خانم سلن چرا مرا دوست نمیدارد؟ یعنی هله چرا شما رو دوست نمیدارد سردارم؟ هله مرا دوست میدارد لبن. سردارم اگر شما رو دوست دارد همین خیل رفتار میکند. بس هر چقدر رشت دارد؟ چخیل نمیدوند که چشم شما بغیر از او دیگر کسی را نمیبیند؟ پسرم چخیل گپ زده است تو؟ ای در شخصی که با تو در دل میکند. اصلا ویرون بود. باز ویرون تر شد. عصبتون ویران شد سردارم؟ ویران شد. نابود که ویران شد. فرتو که باند سردارم؟ برای چی؟ طبق کوسه میشد سردارم هم دردهایتون رو فراموش میکرد هم عصبیت آرام میشود. رحمتی بیبی هم هر وقتی که عصبی میشد طبق کوسه میشد. در حقیقت به کار میآید. البته به کار میآید سردارم. مرحمت کنید. در داخل ماشین کاسه شویی گذاریم چی؟ در این حالت عصبای ماشین کاسه شویی آرام میشود. آرام میشود میگویی؟ بی شبهه. اولی بشو اولی بشو. خیلی مایلش. با خدا خوب بوده است. البته خوب است. لیوه بیوده گپ نمیزنه. خوب بوده است خوب. هله جان این رو برای پشتیبانی کردن زهرا گفته ایستاده ای به فکرمون. آخر اینقدر وقت حامله‌دار نشدی و حالا هنگامی جدا شدن حامله‌دار شدی؟ های ینگه جان عیناً هنگامی جدا شدنم حامله‌دار شدم. هله جان گفته‌ات راست است. بله بابا جان راست است. خدا نبیرم کودک دار میشد. ما عائله بزرگ هستیم. خدا جان جانکی من عزیزی من. بابا جان خاله میشم. خاله زیبایک بله خاله میشوی. مبارک شود کودکم. تبریک میکنم همین رو بر وقت نگفتی آخر اجازت ندادید که گفم رو گفت زدم. عذر میپرسم من خطا فهمیدم. بسیار خطا کردی خیلی هیچ گفت نه. تبریک میکنم اپای هله. تشکر جانکم تشکر. هله جان بسیار خرسند شدم. خداوند به پدر و به مادر کلان نکند. همین کلمه گویند گو آخر شیرینکی من. هیچ خیلی عائله عجیب است. با خدا خوش شد که گرفتم نباشد عقلم رو میخوردم. خدا با من رحم کرد با خدا. یا خدای من یا خدای یا خدای توبه. خوب که افتیده. در هر حال شانسم افتید. این نشانه بلند مرتبگی می باشد. هله جان نهایت با من ناباد رسید. من بسیار مادر غمخوار زیبا میشم. تشکر سمی جان سلامت باشی. یک دقیقه دامولوزیا کجا شد؟ رفته است. سردارم دستتان درد رو نبیند یه لقف میکنم. رحمت عصباتون آرام شد؟ بله آرام شدم. من گفتم که سردارم باز یه هله رو یاد کرده. لبن بیا بیرون لبن با تو کمی نوشی جان کنیم. نه سردارم واسه بخم مزم نیست. پس با که فروخ زنگ میزنم شاید او میرود. سردارم این خیلی نکنه. چرا برای خلاصی نیست؟ سرداری من نباید مینوش قمارباز سنک باز و خولیگان و روزن قدی کوچه شود. این کارها به شما زیبنده نیست رفیق سردارم. لبن تو چی گفتی دادی؟ دیوانه مگر کمی منوشم تمام؟ دایم همین خیلی سر میشود سردارم. اما شما هم راست میگوید. عائله زیبایتون از بین رفته ایستادند و شما هم نمیدونید چیکار کنید سردارم. از
از بین رفته ایستاده است؟ بله از بین رفته ایستاده است. بینید آخی به شوخی ینگ هلی حال هم نآمد. با فکرم دیگه نمی آید. در حقیقت نمی آید؟ نمی آید البته مگر می آید زنق است، فریب خورده است، فریبش کرده. اگر من هم بجای ینگ هلی می شدم اصل با پیشمو بر نمی گشتم. تو چی گفتی ایستاده ای پسرم؟ ینگ هلی می آید، صدای از درون دلم می گوید که می آید. خفه نشوید سردارم، اما صدای درونتون شما رو فریب می کند. ینگ هلی از شما جدا می شود، به کس و بینوا میمونه. برو تو سیخ سیخ میخیزم. کلوشی نمیایی که در پاچت بپوشی. در اسبه های شهر مانند بینوا با درد و عذاب زندگی میکنید سردارم. ای پسر تو چی دیوانه ای؟ خودت رو هم مرا هم ناراحت کردی. عجب کاره. از تو اونال امیدم رو کنده بودم. با خدا این برای من حتی برای هممون سورپریز شده. من در هیجانم. هیچی نکن. من از همه شما یک خواهش دارم. بگو. من حالا این رو با اونال گفته نمیخواهم. هیچ کس از دهانش یگون گپ نبرورد. میلش؟ چرا حاله؟ چرا؟ نامشروگی رو گوشش رو کش گفتم. اونال زنگ زده ایستاده است. اما در این باره با او یگون چیز نگویید. میلش حالی میلش. لبای اونال جون؟ میلش با کجا؟ البته میایم میلش تا بازدی تمام. چی گفت؟ گفت که در یکم جوا خورده با همدیگر درد دل کنیم. در همین ساعت؟ بله. یعنی تو هم خسته میروی ها فروخ؟ بله میروم. با من اجازت ها؟ حاله جون چرا تو این خبری خوش رو با اونال گفتن نمیخوایی ها؟ اما من حالا آماده نیستم که با او این خبر رو رسونم. وقتی که تیار شدم همش رو با او میگم. میلش عزیزم میلش. فروخ دیر شد. خوب میرویم. با فکر من اونال رو زنگ زده گوی که دیر شد من اومده نمیتوانم. در یگان موضوع یک روی میکند. شما باشید مقابلی آن رو میگویید. حتی از او هم زیادتر یک روی میکنید. فرض میکنیم با شما داد زد. شما بلندتر داد میزنید. نه میروم گفتم. تو با این کارها خوش نشو. دخالت نکن گفتم. این خودش دیوانه شده است و مرو هم دیوانه میکند. چرا این درک شده نمیشود؟ کلاس آروم شو. خیلی کلید میشکنی آبا چند. خدا توبه با این کلید درک شدن چی مشکل بوده است؟ بچه همه اکه مزفر همه خونه رو بواری کرده دوده. در انشکنی در بالو مونه. یا خدا توبه. همه کلید چه خورتر بکنه. کلاس تو چیکار کرده ایستاده ای؟ چیکار کرده ایستادم؟ بچه در پا درست میستی؟ مگر پایم ماندن؟ بعد از فاتحه ساخته کمتر دیگر ماند که پدری ساخته می شدیم. ای خدایا هیچ کس مرا احترام نمی کند. آشکارا با حامله‌دار کردن زهرا گناهکارم کردم. برادر آخه تو با این دختر اویله‌دار نمیشوی؟ چرا عصبی میشوی؟ چرا این نمی براید؟ اما چرا درون این توفلیک موزه پوش داری؟ برادر حامله‌دار شده باشه فرقش چی؟ بی زحمت صاحب فرزند شدی. شوکت سفسطه‌گویی رو بس کن. باز آغاز کردی ها؟ غم نخیر برادر. گاهی به گوسالا قیمت‌تره. ما شو غمگین اگر دختر بیزادی. خالش به او بازیچه های بسیار میخرد. اپا جان شاید از نی اونالم کودک دار شدن تو را از تو زیادتر میخواهد. در حال باید بگوییم. زهرا اپا جان التماس زود ناراضگی بیان نکن. او پدر کودک توست. از او حقیقت رو پنهان نکن. درست بابا جان. بس آخر حالی راجیر زن مجده را با او دیم. نه بابا جان نمیخوام. حالی نه گفتم بابا جان اونال با این ارزنده نیست. حالی مگر یگان چیزی هست که ما نمیدانیم؟ اونال همه رو فریب داد. چی؟ اپا جان یازنای اونال این خیل کار نمی کند. فریب کرد؟ شراب من نگفتی؟ چون که شرم داشتم.
دخترم چرا شرمی دارید؟ اگر شرم باشد همان بد اخلاق شرم کند. بابا جان التماس آرام شوید. آرام شدن نمیتوانم. تو را با کی فریب دادم بی ناموس بگو. بابا جان درباره این بد گپ زنی من خودم رو بد حس میکنم. به آن احمق هیچ چیز نگو. آن احمق اصلا به پدر شدن ارزنده نبود و نخواهد شد. بابا زیاد رو بیمارو میزده است. یا خدا تاما روی مرا کبود میکرده است. مگر این خیلی میشود. یعنی دوملوزی و زوق بسیار است. ایو نه این چه حال هستن؟ کمتر خورسندی کنن. خورسندی رو من چی کار کنم اکای فرو؟ مانندی بدبخت بدویم. اگر از پیشم گربه سیاه گذرد کارم نابرار می شود. حالی رو بسیار یاد میکنم اکا. وضعیت همین قدر جدی است اونال؟ هیچ نپرس. مگر با اونال پدرش رو گویم این خیلی نمیشود. آخر به حالی وعده داده بودم کو خوبش خاموش شدن در کار. اوف اکا من با این حالی چی کار میکنم؟ اونال من شخصی را میدونم که به تو کمک میکنم. از راستی اکا؟ بله از راستی. وای آدم دکتر عشق است. دکتر عشق؟ بله. گوش کن من به تو چی خیلی فهمونم؟ یعنی جفتایی که مناسبتشون ویران میشوند وای تعمیر میکنند. آخر من هم از او کمک کسبی گرفتم. امانیده؟ بله. تولین حالا با من چنان رشت دارد که چنان از پشتم میدود بینی باورت نمی آید. امانید راست میگویم. حالا من از پشت اون نمیدوم او از پشت من میدود. باور نمیکنی ها؟ نه. با من نگر اونا مگر یکم تغییرات نمیبینی؟ یعنی در رفتارت در پوشیدنت کمی تغییرات است اکا؟ بله. انا همش با یاردم همون کس است. کی بود است اکا؟ ای کی میشود با جای تو داملازیا؟ داملازیا؟ بله. امام؟ بله. دکتر عشق؟ بله پسرم. او علاقه متخصص عشق شده است. ای آخر یک فکر کن مگر زورو چرا با داملای مسجد عاشق شود؟ خوب فکر کن. با خدا درست. او چنان اصولها رو می آموزد که چنان اصولهایی رو که باورت نمی آید. او پسیخولوژی زن رو آب برین آموخته است اونال. تو چی میگویی اکا؟ برخیز میرویم برخیز. یا آخر عیب شد من حالا هم با او چنوخ نشدم. رفتیم اکا. مایلش میرویم. او در این ساعت آخر نمی شود. او از محله کشیده است. من سراغای وی رو نمیدونم. اکا پرسپاس کرده میوبیم. تو برخیز رفتیم آخر او رو میوبیم. شیم کمتر صبر کن اونال. گوش کن وعده میدیم که پگاه میرویم. بیا حالا کمتر استراحت کنیم. مایلش اکا. داملازیا دکتر عشق متخصص است اونال متخصص. تو چی میگویی اکا؟ دکتر عشق است دکتر عشق. بسیار عجایب. کنی بینیم چی حیله ها داری دوملا. در حقیقت اگر زاغ سیاه باشی آشکار می شود. چی شده ایستاده است؟ سمی چرا دومولازیو را تعقیب کرده ایستاده است؟ یا که از دومولای ساخته بودنش شبهه کرده است؟ یا خدایا التماس نفهمد التماس. زورو جون درست به آفیس می رویم یا اینکه به محله به نزد داملازیو؟ همو زیو رو مو سلین نشنیدی در آنجا چی گفت؟
زهرا تو حامله دار هستی مگر؟ فهمونده نتوانستم قریب جانم زده برایم. جانم او آخر به ازدواج ساخته راضی شد. قریب بود که پدر ساخته میشود. شخ شدنش عجبی نیست. تو از طرفی کی هستی سلین؟ از طرفی دامولوزیا یا از طرفی من؟ چه علاقه دارد زهرا؟ خدایا توبه. خانم سیوال دومولو اوه بیاید با شما کمک کنم. دومولو زحمت نکشید. استغفرالله چه خیلی زحمت به مغازه شیرینی ها؟ بله از بازار آمده ایستادم یک دو چیز لازم بود. در دکان مال نمونده از گوید؟ اینجا چی گپ هست؟ خودتون رو بسیار اذیت ندید. مایلش دومولو. زهرا جان از دومولو زیاد جدا شدن رو کی بابا باید میگویدم؟ به فکرم دلش میکفد. مگر دیگر چاره دارم سلین؟ چی کار کنم؟ دامولوزیا رو دوزدم چی کنم؟ راست میگویی. انیق در حیات دامولوزیا کسی هست با احتمال کلان سیوال. هیچ اهمیتی ندارد. هر کسی که باشد نباشد به او خوشبختی ها خواهانم. هیچ پروایی ندارم. خدایا توبه. اینها دامولوزیا و سیوال نیستن مگر؟ حاضر به تو گفته بودم که سیوال هست. یک روی احمق. این رو بین وقت رو گم نکرده سیوال به دامولوزیا چسبیده است. این رو به من چخیر روا دیدی ها دامولوزیا؟ این همه داد و فریادها برای در حیات شخص دیگر بودنش بوده است. باز این همه رو رد کردی استاده است ها؟ همین خیر رد میکند که گویا گناه ندارد. در حیات من کسی نیست گفت برای کاری کردنش رو پنهان کردن مرا گناهگار کرده استاده است. مایلش عزیزم آرام باش. چه خیلی آرام شوم سلین؟ چرا او با من چنین رفتار میکنن؟ من حالا انگشترینگ رو از دستم نکشیدم. انشالله سمی یگون چیز رو اثبات کرده نمیتوانه. خدایا التماس دامولوزیا از زهرا جدا نشود. بین او رو بین. چی خیل خلطه دختر رو میبردارده؟ با فکرم خودش رو جنتلمن نشان داده ایستاده است. سلین اونا رو بین چی خیل مهربانن به هم. سلین من دیگر طاقت کردن نمیتوانم. من میبرم. زهرا ایست به کجا میروی؟ ایستا نمیدونم خیر میبینیم. شرم ندارید یک به حالتو نگرید؟ باز فاتحه شده اید شما؟ خدای توبه چی شده است به حال من؟ آفرین زهرا گپی آمده رو بگو. جدا شوید آخر به آخر رسد. انشالله به یک دیگر جنگ نمیکنن. از یک دیگر جدا نشوند. باز به حالم چی شده است گفتم میپرسند. کاش که در بین محله نمیدیدم. بسیار شرم داشته ایستادم در پیش چشمی همه. خانم زهرا در بین محله چی رو دیدید عجبا؟ حالا هم رد میکننده؟ راستی گپ ندارم. شما را دیدم. بازن بیگانه دیدم. میفهمید چی؟ خانم زهرا شما چی ها میگوید؟ چی رو رد کرده ایستادم؟ تو چی گفته ایستاده اید؟ لیکن به هم دیگر زیبنده اید مثل دیگ و سرپوشش. خانم زهرا چی گفتنتون رو فهمیده ایستاده؟ باز فاتحه شده هم میشوید شما. باز مسئله فاتحه اون کار به آخر رسیده؟ دومولو شما جدا شده؟ این رو بینن چه خیلی خورسان می شود. جدا نشده ایم عزیزم. بین انگشترین ایستاده است. ما جدا نشده ایم حالا. با من خیلی نگاه نکن. چه خیلی نگریستم که؟ گوش کنید. هیچ کس از خفای من حیله کردن نمیتواند. فهمیدید؟ هیچ کس. زهرا جان شد اکنون آرام شو. آی دامولا من به تو نگفته بودم که در گردی سیوال تاب نخور. انا اکنون من به تو نشان میدم. خانم آخری خیلی نکنه شرمنده شده. دامولا ها باز همین تو نمیرسیدی احمق. من به تو نگفته بودم که از سیوالم دور است ها؟ برادرم از نزدم دور شو و خدا با تو سر و کار گرفتن نمیخواهم.
با من که سر و کار گرفتن که نخواهی از همسرم دور میستی فهمیدی؟ تو با گپای زده دقت دل دومولو برای برداشتن خلطه های من اومد. کاریتون نباشد، تو رفته کاری خودت رو کن. چی خیلی مرد هستی ها؟ چرا همسرت رو از فوتیه شده من دور نگاه نمیداری ها؟ خیر تو چرا فوتیه شده رو از همسری من دور نگاه نمیداری ها؟ چی خیل همسر؟ چی خیل همسر؟ ما جدا شدیم، این رو قبول کن. تو هم قبول کن که همسری من هستی و همین خیل میماند فهمیدی؟ نه، من اگر سری تو رو نکپانم عقلت به کار نمیدارم. زروباری لازم نیست. گپ زده حل میکنیم. گپ زده هیچ چیز رو حل نمیکنم. بیا این آدم کنعان نیست؟ چرا اون با سوی من دویده ایستاده است؟ این کو با فکرم فهمید که من نظارت دارم. چی شده است؟ با اینها چی شده است؟ سمی؟ سمی؟ چرا از کسی امیدوارم؟ سمی؟ خدای توبه خانم زهرا در بین محله چرا این مسئله رو میکشوید؟ نزد آدم‌ها شرمنده کردید. این کس رو بینانی شرمنده کردی میگوید شما به خودتون نگاه کنید. بس است آخر گویا در حقیقت فاتحه شده هم هستید. چه خیلی رفتار است؟ چه خیلی میشد است ملازیو؟ حالا امیدوارم که شما ما رو فهمیده استده. با خدا نمیفهمم خانم زهرا. علاوه بر این چرا با خانم سیوال اینقدر بد رفتار میکنید؟ مگر با شما زیبنده است؟ گوش کنید من اصلا برای کاری دینه شبه شده حضور پرسیدنی اومدم اما این رفتارهای شما را دیده پشیمان شده ایستادم. حالا آن مسئله است؟ خفه نشوید اما این تنها یک خطا فهمی خورد بود. خطا فهمی خورد؟ این چی گپ کمی بود که پدری ساخته میشه. گویا که من برای مادر ساخته شدن هوس زیاد داشتم. با خدا آن طرفش هیچ معلوم نیست. شما چی گفتن میخواهید؟ من هیچ چیز گفتن نمیخواهم. اصلا درباره این مسئله ها گپ زدن در جانم زد. دین شب با بابایتان همش رو فهمانده آمادم. خیلی بود دیدن؟ با کجا میروید شما؟ ایستید. من حالا گفتم تمام نشده است. با کجا میروید آخر مرا گوش کنید. آرام باش. چه خیلی آرام شدم که مرا پرتافته رفته ایستاده است. مرا گوش نمیکند. مادر این سیوال از حد گذران بسیار هم. چی شد؟ نمیک رو دستگیر کرده نتوانستی؟ باز از دستم رها یافت. تو چی خیلی نگاه داری؟ سیوال دومولازیو فاتح شده است فهمیدی؟ چرا این رو دیده و دانسته با او بسیار گپ میزنی ها؟ نمیخواهند که کسی فهمد اما آنها جدا شدند. دومولازیو کارو به آخری رسانده است. زهرا از کفایش دویده ایستاده است. حتی مکانی زیستش را عوض کرده است. او از آن دختر گریخته ایستاده است. جدا شدند. این دومولازیو فاتحه را رد کرده اگر از زهرا جدا شود سیوالی ما را کاری کرده فریفته خود میکند. کاری کرده آنها را آشتی کناندن لازم. بله گوش کن جنگ بین آنها با تو یگان تعلقی ندارد. چی کار کردنی من هم با تو هیچ تعلق ندارد. من یگان چیزی بد نگفته ایستادم. برای خوبی تو گپ زده ایستادم. بگذار خوبی خودم را خودم فکر کنم. دکترم گفته خوبی همه چیز را دانستن شرط نیست. چی علاقه دارد؟ چی ارتباط دارد؟ من از این بعد به هیچ چیز همراه نمیشم. به هیچ چیز فهمیدی؟ چیزی که میخوای کردن خوب میشود. به تو خانم بتول در دست سیوال خلطه ها بودن. چی بود؟ چه شد؟ یکو مشکلی دارید؟ دومولو از شما یک چیز پرسم. شما چقدر فاتحه شده اید؟ بخشش این سوال کم در خطا شد. در اصل من میخواستم پرسم شما چقدر دومولو هستید؟ باز چی شد؟ دومولو زیا التماس از سیوال دور ایستید و نزد فاتحه شدگیتون روید. آخر دختر از خفایتون دویده ایستاده است. کمتر شرم کنید التماس. آخر این خیلی چیز ممکن نیست تماما. این رو با منی به فاتحه شدتون فرمونید. روز بخیر. زیا من با شما دیگر گفتنی ندارم. در اصل من هم به شما یگان گپی گفتنی ندارم دومولازیو. همه خیلی هر نباشه چرا از قفای من دویده ایستاده ای؟ خیر از قفای تو دویدم من در حیاتم از قفای یگان مرد ندویدم فهمیدی؟ انا همه کار اول داشته است. شما چی سفسطه گفته ایستاده ایدن؟ در بین محله داد و فریاد نزنه شرمنده میشوید. داد میزنم. از شما میپرسم که داد زنم یا که نزنم. بگذار شرمنده شوید. داد زدن گیر با من چیه؟
البته با شما چه؟ برای اون که شما بپروید. چرا؟ چون که من با شما فاتحه ساخته کردم و شما باشید به آن خیانت کردید. یا خدا توبه، من خیانت کردم؟ من گپ رو بینیده؟ شوخی کرده گناهتان را پوشانیدنی باشید خطا میکنید. در بین محله عشق ورزی کرده ایستاده، با چشمانم دیدم. باز همون مسئله چند بار فهمونم. در دست دختر خلطه ها بودن، گفتم کمک رسوندم، همش همین است. تو بیچاره است منی ها؟ کمتری دیگر مانده بود که این انگشترین رو برارم. در حقیقت جدی هست کنم زورو، طاقت کرده نمیتونم. با من خیلی رفتار نکنید. بسیار ناحرمتی میکنید. من ناحرمتم؟ در اصل شما ناحرمتی. در بین محله داد و فیخون دارید. انگشترین رو میپرتویم، گفته تهدید کردنی ها. انگشترین رو پرتوید من راحت میکنم. اگر خواهم میپرتم، اگر نخواهم نمیپرتویم. فهمیده؟ شما به این قرار نمیبرارید. انگشترین خوب برآمد عزیزکم. هیچ گپ نی، ایوازش میکنیم. مایلش عزیزم، ایواز میکنیم حیاتم. مایلش خیر زهرا جون، شب میآیم. مایلش عزیزم خیر، شب باز دیر نمانه جونکا. ایرش برادر بس کاخی. مایلش باز گپ میزنیم. خانم زهرا شما خوب هستید؟ چی شده ایستاده سن؟ در اصل شما چی کار کرده ایستاده؟ یا خدایا خوبی کنیم گفتیم شما نفهمیدید به فکرم. یا خدای توبه، کی به شما خوبی کرده ایستاده است؟ من به شما خوبی کرده ایستادم. ینگه طولینتون از اینجا گذشته ایستاده بود، از همین سبب گفتم. چی؟ ینگه طولین گذشته ایستاده بود؟ شما چرا با دیگران پای خاص نکرده ایستاده؟ به فکرم شما میخواهید که بابایم جدا شدنم رو از دیگران فهمد. نه نفهمد. شما خودتون گوید از همه خوبش گفته شماست. مالش خاطر نشوید. میگویم شما اکنون براحت با دیگران رابطه‌تان را تمام دهید. حالا هم عیناً درباره یک چیز گپ زده ایستاده. چه خیلی رابطه؟ بس از بخیر. به خدا که من ناراحت شدم. هیچ کس نیست. ملیس از قفای من تو بودی؟ چرا از پست میدوند؟ چی دانم چی دیوانه هست در همین محله است. و تو یگان ضرر میرسونن گفته بسیار ترسیدم. چیکار کنیم؟ یک جای به خوراکوری رویم؟ میشود. رفتیم. یا خدایا دختر رو بین خیلی یک رم است. از من نمیپرسد که مگر تو حیثیت داری یا نه؟ استاد؟ بله هجری. استاد هنگامی راه گشتم به سرم یک سوال اومد. حیثیت ها در معاینه سر به وجود می آیند یا در قلب؟ با خیرت هجری یکم وضعیت حیثیتی است چی؟ بله استاد، هنگامی در راه اومدن یک گربه رو دیدم. میدانید آخر هوا خنک است، آن بیچاره چی میخورد چی مینوشد، به خدا رحمم اومد. با خدا هجری یعنی اگر معاینه سر نمی بود فکر کردن نمیتونستی، خلق نمیداشتی، رحمت نمی آمد. در این حالت حیثیت ها هم همینطور در یک جایش با وجود نمی آید. یعنی یک جایه در هر دویش با وجود. خدا راضی باشد از شما استاد. از تو هم راضی باشد. خیر هجری. مایلش استاد. ماشاءالله استادی عزیزم آدمی دانا است. فروخ میگویم که جوانهای حجره خوبمان رو ایواز کنیم، یعنی شاید ما هم ایواز میشویم. ایواز نمیشویم. السلام علیکم. پدر جان چی شد؟ بخیر است؟ بخیر. از خورسندی چی کار کردنم رو نمیدانم. فرزندانم یک فکر دارم. کنی شما به این چی میگویید؟ میگویم که شما حجره‌تان را به حلی و اونل دهید و آنها در این خانه زندگانی کنند. یعنی چی؟ یعنی میگویم که حجره شما کلان است. معلوم آنها کودک دار میشوند، شما به حجره خود میگذارید. پدر جان ما در دیگر حجره ایستاده نمیتوانیم. آخر خودش حجره خورده که ما خودمان بزوری میگنجیم. ما در دیگر حجره زندگی کرده نمیتوانیم. آخر چه زندگی کرده نمیتوانیم؟ البته پدر جان، البته با شما چه خیلی که معقول باشد. در این خانه حلیه را بسیار خوب نگاه کردن لازم است. دختر راحت کند، آخر حامله دار است. کلین تو هم اکنون حلیه را از نزدیک خوب نگاه بینی کنی. احتیاط کنید، بینید که دستش را از آب گرم به آب خنک نزند. میلش
البته پدر جان، البته. مگر نگاه بین نمی کنم؟ آفرین دخترم، آفرین. تعبم باز هم خوبتر شد. ما عائله بزرگ هستیم. آفرین، آفرین. اوه خدایا، یعنی همین خیل آخره، همین خیل. های کالتا کلاس. تو را پاره میکنم، پاره میکنم. اکا چی شد نمک؟ در کجا بودی ها؟ اکا در محله بودم. با تو خبری ناخوب دارم. چی شد بخیر است؟ داملوزی از زهرا جدا شد. با تو چی گفته ایستاده ای؟ با خدا. وای بس از پشت آن زاغیسیان نباشد ها؟ بله، داملا آوازه ها را شنیده دیوانه شده انگشترین رو پرتافت. نمیدانم، ممکن است همین سبب باشد. من از این جدایی بسیار غمگین شدم. اکا من هم غمگین شدم. البته غمگین شو، البته. داملا زیا بسیار شخصی عزیز و پر ارزش است. غمگین شو. بین حتی نمک غمگین شده است. همه خیل نه برزگاه. بسیار غمگین شدم اکا، دیلم سو. لعنتی، چی خیلی که من میدانم داملازیا با تو معقول نیست. چی شد؟ بسرت گلدان افتی؟ آخرین خیلی نگو اکا، تو خودت نگفته بودی که ما از طرفی مرد هستیم، طرفی تو، طرفی ماست. بگذار ما هم غمگین شویم. آفرین نمک. اکا خوب باش ما اونها رو آشتی کنیم ها؟ های نمک، تو چی اینقدر نرم دل شده؟ آفرین با تو. با خدا خندت ازن. اینشو نگاه کن، تو با این برزگاه چی کار کردی ها؟ اکا با خدا با من یگان رو بیته ندارد. خیلی خوب، بگذار همین خیلی خوب شده رود. او را به حال خودش گذار. اکا با این گپ زدن فایده ندارد. چی با این گپ زدن چی به دیوار مثل تایلاق است. بس هستن؟ اکا شما اینها رو از افراد فرمایش میدید، یک تاش میاد یک تا دیگرش میرود. چی گپ هستن؟ اکا اجازه ده او را یک لطو کوب کنم. دماتان را گیرده. کارو باراتان مانندی موشو گربه مبارزه بردن است. میمونید کمتر با عقل شوید. داملا زیاد دیل و جگری ماست. غمگین شدنش رو نمیخواهیم. رفتن این مسئله رو حل کردن ما لازم است. چه خیلی که نباشد ما از طرف مرد هستیم، اما اول با خانم سلین توفه گرفتم را میبرم. خیر ای خدا، اینها از کجا بر اومدن؟ شوکت اینجا بیا پسرم، اینجا بیا. سلام علیکم. چه شما؟ رحمت تشکر. تو داملوزیو رو ندیدی؟ ندیدم. بخیر است؟ با داملوزیو چی کار داری؟ من کاری ندارم، اونال با او کار دارد. کی باکو؟ مسئله شخصی دارم. بخیر است کمیسر؟ مسئله درباره چیز به خاطر کمک کردن میپرسم. آقای پسر شخصی گفته. یا خدای توبه، چون نگفتید که گویا با داملوزیو تکلیف ازدواج میکنه. توبه کردم. شوکت اونال با یک دکتر عشق احتیاج دارد. خواستم یک با داملوزیا و خوری کند. اکا چی کار کردی؟ چی شد؟ این چیزی عادی است. از دکتر مسئله میپرسیم، راحت باش. از اول میگفتید که برای همین کار جستجو داریم، در آخر میگوید آدم شوگه نمیتین. کاری تو چی؟ کاری تو چی؟ شخصی گفتم آخه. تو هم بیست حوال میدی یا خدای توبه، از پیش خودم نمیپرسم آخه. او رفیق نزدیک من است و رفیق به جای پدر است. رفیق تو باشد بوجه من است. بوجه؟ بله. شوکت داملوزیا با اونال بوجه میباشد. آخر اما عجبش در اون که ما اینقدر گپ زنان کردیم، فاتحه کردیم، شناس شدن نتوانستن. انا با این واسطه ما آنها رو شناس میکنیم. بله، یعنی که شما بوجه، من داملوزیا رو میارم، شما اینجا انتظار شوید. مایلش شوکت، وضعیت بسیار تجلی است. آقا جون وضعیت بدی من میفهمم میرم. شوکت تو رفته داملو رو یاب با ما خبر ده، ما در نزد مسجد میشویم. من شوز ما متاسکل میگیرم، گید محله تو میخوام داملوزیا رو میبرم. مایلش یک نامدون بره. با خدا دویده رفته. این تا چی شدش داداش؟ یکون کس من را تعقیب کرده شدش؟
وای پسرک تو از پس من میویی ها؟ من در بدی بعد در خوبی سوپر قهرمان هستم. وای باز از سوپر قهرمانی اثر نکنه از من دور ایستا. گوش که پرابلما کدسته. تو چی ها گفته ایستاده پسرم؟ مردک با خوبی نمیفهمی. من پسرت نیستم. من نام دارم. وای من بر قصد نمیگویم. وقتی گپ زدن از دهانم میبراید. اول دو سال کردیم. پدر پسرم پدر گفتن نیست. وقتی که پدر گویی به سرم بلا میآید. پدر تو چی دیوانه ای در بین محله داد میزنی؟ پدر خاموش شو. سید جان بد اخلاق پسرم تو در اینجا چیکار میکنی؟ انا چیکار میکرد؟ این آدم رو پدر میگوید. چه خیل آدم گلی نمیبینی او دومولا است. عزیزم دومولا هم باشد انسان است. خیر نباشد این آدم کیست؟ کنی به من فهمون گلی؟ من از کجا دانم؟ پس چرا پسر من این آدم را پدر میگوید؟ میبخشید خانم دومولو زیودین ندیدین؟ نه من ندیدم. با اینجا نامد. اگر دیدین با او گوین که با مسجد نرود مایلش؟ شبکت یکون کار شد چرا آخر با مسجد نرود؟ نه مقصد من این که با مسجد بیرود لیکن تو با من زنگ نزنه با مسجد نرود که در نزد مسجد اجینه است. فهمیده؟ فراموش نکنه التماس. خدا چی آدمی عجیب است. شما دیدید ها؟ چون من گویم نمیگوید اما آدم دیوانه تیار است. خاموش شو گلی از برای خدا خاموش شو چون که وقتی که گپ میزنی گپ رو گم میکنی. نه عجبا من گپ رو گم میکنم یا تو گپ رو گم میکنی؟ جناب خانم لطفا گوش کنید. هی گلی این آدم کیست میگویم چرا به من جواب نمیدی؟ درباره من بحث کردنتون لازم نیست. من دومولوزیا هستم. دومولوزیا بود است. او را میشناخته ای که خودش چی گپ از گلی ها؟ تو نامش را از کجا میدونی ها؟ کنی به من گپ زن؟ به عقلانه گپ نزن خیری. از کجا دانم؟ نشنیدی آخر خودش گفت گو. شنیدم من کار نیستم. اما چرا پسر من این آدم را پدر میگوید؟ کنی به من فهمون گلی؟ ای خدا از کجا دانم؟ از پسرت پرس. آی پسرم سید جان چرا تو این آدم را پدر میگویی ها؟ آخر اون ما رو پسرم گفت. چی؟ پسرم گفت؟ گلی چی گفت؟ اینو به من یکون کس فهمونده میتواند. دومولا لابد شما چرا پسری مرا پسرم میگویید؟ کنی وضعیت را به من فهمونید؟ یعنی جناب آخر دهانم عادت کرده است. یعنی چون یکون کس روبرو شود پسرم میگویم. انا دیدی؟ عادتی دهانش بوده است. فهمیدم من کار نیستم. در اصل تو فهمیدی خانم گلی؟ من چی دخل دارد؟ بحث را تو آغاز کردی. تو مرا گناهگار نکن. بحث را من آغاز نکردم. با خدا با تو گپ زدن نمیشود. سرم رو گیج کرده من رفتم. در اصل با تو گپ زدن نمیشود. من هم میروم. با تو بحث کردن نمیخواهم. من هم میروم. بپرسم که این آدم کیست؟ خدا میگوید که پسرم است پدرم است. یا خدا توبه در دنیا چی آدمانی عجیب است. پسرم باز تو را فراموش کردن. ایمون رونده چی ها میگویی؟ اینها پدر و مادرتون نیستن مگر؟ اکارت چی های؟ کارت گازه چکا میکنه؟ چیکار میکنه؟ با تو سر و کار میگیرم من تمام رو. از من دور شو. مایل گپ نیست. نکی با یک شرط. چی بود از شرطت؟ چی کنیم؟ ای خدا جان من چیکل با این دیوانه رو برو شدم. یا خدایا من چی گناهی بزرگ کردم و این محل افتیدم. انشاءالله با یکی از آن دیوانه ها روبرو نمیشوم. اما چیزی شود این دفعه با آنجا گپ میزنم. با آن مسجد میروم من. یا خدایا برادر چرا تلفن از رو نمیبردونی؟ چند بار زنگ زدم با دست نخورده باشه که بلا زد. خیریت خلاص شدم. من به کجا رفته ایستادم؟ من نبکک از آنجا آمدم. این دیوانه ها عقلم را از سرم بیرون کردن. یا خدایا جماعت مرا انتظار است. آمده ایستادم. جماعت آمده ایستادم. فاروق اینجا هیچ کس نیست. با فکرم وقتی نماز نیست نام این بلا زنه. سلام علیکم اکی فاروق اکی اونا. سلام آقای خلیل. السلام علیکم. ما به نزد دنبالوی مسجد آمده. مرا گوش کنید دنبالا منم. شما؟ بله
داملای این مسجد منم. چی خیل زهرا به این آدم چی خیل عاشق شده؟ همسال بابایش هست. چی خیل آخیر؟ چل آخیرش چی؟ داملای این مسجد منم برادر میگویم. ای پوچا شما دختری عشق نه پروفسور عشق هستید حلالتون بوده؟ خاموش. هنر یک دقیقه ایست. چی خیل باجم؟ باجه چی؟ باجه من اونال میباشم. یک قسمت شناسه من به این روز بوده است. یا خدایا توبه. این چی خیلی محل است که به یکون صاحب کن رو برو نمیشه من. زیارا بینا این از پسی من میدود گفته کتگیش بسیار شده ایستاده است. بی عقل دیوانه چی کار کرده ایستاده ای؟ تو برای کشتنی میخوایی ها؟ حیوانی بی عقل. زورا جون خوب هستی؟ من خوب نیستم. راندنشو بین این همش از پشت زیو است بوده دیوانه میشوم من. زورا جون کمی آروم شو. چی خیلی آروم شومه؟ چی گویم چی؟ بازی رو بین با من سیگنال میدی هده اخمقی بیفهم ها؟ با آن دنیا رفتن میخواهی اینقدر سرسیمه. توبه این رو بین. زورا جون اخیر من رو ترسونده ایستاده. خود این توبه. آن آدمی ریشدار. اگر یگان بار دیگر به پیش پایم افتاد با او ازدواج ساخته نمیکنم. شد حالا او بسیار التجا میکند. مایلش جونم تو کمی آروم شو مایلش. بگذار ثوابم رو میگرفت. حالا باشد هیچ چیز نمیگیرم. کنه برجرو در این مغازه شیرینیت رو خورده از من جدا میشوی فهمیدی؟ احترام چل گفته بار یک بار دیاسمه قزق قیدی. چی شد؟ خانم سوال برای این یک شیرینی میداده. مایلش داملو. السلام علیکم داملو. السلام خانم مبرم. کم تربیه شفقت شما رو پرسید. با فکرم با شما کاری مهم داشت. تلفنتون جواب نداد. یا خدا راست با خدا بی آواز بوده است. کیرز کدوم خبری؟ در مغازهش تمام من رو با دقت گوش کن. با مسجد نرو که اونال در اموجاست. تو رو کافتیسم. اونال در اونجا چی میکابد؟ آخر چی خیلی میشود آقا؟ شما نباید امام این مسجد باشید ها؟ منم برادر منم. این مسجد من است. اکا این کیست؟ نمیدونم اونال. آقا مگر امام این مسجد داملازیا نیست؟ افهمیدم. داملازیا کیست؟ آخر داملازیا ما؟ آقا شما کی هستید؟ کاری تو چرا میپرسی توبه؟ من کمیسرم. ای توبه کردم خدایا. این چی خیلی محل است. همه چی ساخته. داملو ساخته. کمیسر ساخته. یا خدایا توبه کردم توبه. چی خیلی ساخته؟ من کمیسر حقیقی ام. خاموش شوید. بله کمیسر حقیقی است. مایلش من شما رو فهمیدم. کمیسر بوده است. کسی که از پیشت برایت باجه میگویی توبه. ای خداوند شفای عاجل نصیب کند. همون است. شخص بی‌ضرر است. از افتش آدم خوب می نماید، اما این خیلی مسجدها را گشته من امام این مسجد می باشم می گفتد. در این باره از مفتیات هم آگاهی آمد. من هم گفتم به شما رسونم. اگر شخصی در بارهش گفتم به اینجا بیاید بعد رفتار نکنید، دلش رو هم نرنجانید، گذارید بیچاره هوسایش رو برارد. حق است. امام همین مسجد همین است. شکر خداوند که شخصی با عقل رو بروشو با من در این محله. شما رو به نزد جماعت میبرم. در مغازه شیرینی ها انتظار. آخر جماعت در مغازه شیرینی ها چیکار میکند؟ جماعت در مسجد میشود. اگه مظفر آشی نهار داشته همه کسا جماعت همونجا رفتیم. بیا خیلی بیا توبه کردم. این مصفت یک کسلی از هیچ نگوین. من خانه داملازیا رو میدونم. شما رو میبرم. بیا برادرم بیا. اومدم بیا رفتیم. خدایا دیوانه یک تاش به من را برا شد. اکه خیلی سفر رو بخیر. اکه اونال فروخ داملازیا رو انتظارم. تمام من حل میکنم. داملو رفتیم اوشی یک به یک میریم. استاد داملو پیشتون میگفت اکه جواب شما خوش باشید. داملو نامده است. بسیاری بعد انتظار شده. من شما رو به نزد او میبرم. بیاید رفتیم. جماعت در همین جایی که دارد. بله بیایید رفتیم. خدایا اصلا کل شد پرید و خیلی.
وای برادر تو جماعت گفتن چرا مرا به نزدیک آدم آوردی؟ این دیوانه است دیوانه. دوملو چخیله صحت شده؟ یا خدایا توبه. بیا چیم؟ وای برادر تو جماعت گفتن مرا به کجا آوردی؟ یا توبه بیا از اینجا برویم. تو چرا مرا به نزدیک دیوانه آوردی؟ من از این در گریز بودم در گریز. هیچ که آدمی بدبخت است راستی آدمی برادر چی کردی؟ کم تحقیقت کن آخر آقای خلیل تو سر کار گرفتی سلام ای باش برادر باشته تا زود باش برادر آقای خلیل بسیار با احتیاط باشه خیر برادر الله شوکت دوملوزیا اطاعت والا حضرت حالا ما همراهی اکی فروخ و اکی اونال نزد شما آمده ایستاده ایم. شوکت تو چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ دوملا اکی اونال هم به دختر عشق احتیاج دارد. اکی فروخ جان کلینتور زیاد کرده ایستاده است. اوه شوکت دیوانه به عقل با کجا آمده ایستاده ای؟ دوملا این حادثه چی خیل رخ داد؟ ای وای چی خیل خدا رحمتش کنه دوملا. خیلی خبر میکردیم ما هم ثواب جنازه را میگرفتیم. مایلش گوش کن من از قفای کوچه به نزد مسجد میایم در اونجا با خورده گپ میزنیم همدردی ما هم رسونه دوملا. مایلش دوملا به جای منم در قوطی توصیه 50 سوم پرتو بخشش کمیسر. دوملا در خانه نبوده است. در مسجد بوده است؟ در مسجد هم نبوده است. جنازه رفته است. بچه امکی تقوی خاله همسینفش مرده است. در یک قشلاق دور شرق دور رفته است. شرق دور؟ بله شرق دور طرفای مرغاب رفته است. آخر آنجا جنوب است. جنوب ایسه دور ده بختی برا بینکه اگر راستی گفت من به بخت کار ندارم و اگر دوملوزیا اومد من شما ده خبر میدیم. رحمت شفقت رحمت اگر اونال تلفن ما دیدن یک تلفن بازار برم یک همجا میومش. سلامت باش شفقت سلامت باش. اکا این احمق چیزی رو پنهان دارد. نفهمیدم اونال چی رو پنهان دارند؟ ای شفقت کو شفقت خیر کارت کلیسا که من جستجویش داشتم دوستی نزدیک اوست. خیر آخر با دوملوزیا شناس شده خود را بدین داده است اما من راستی از این شبه کردم بر رفتارها و حرکتهایش نظر کن آخر بازی میکنم چیزی رو پنهان دارد چیزی را بسیار شبهنا رفتار کرده سوده است عجب با بقت کلاس ما میخورده باشد. اونال اینها با دوملوزیا چه علاقمندی دارند؟ با دوملوزیا؟ یگان علاقه ندارم. خیر تو چرا اینها رو با من گفته ایستاده ای؟ نمیدونم اکا ما اینجا برای دیدن دوملوزیا آمدیم. بله اکا یک من از پی او روم. مایلش یا خدایا توبه. این ماشینی کیست؟ ندانم آخر. باز شما؟ این از آن شماست خانم سلن. بخشیش نفهمیدم. آخر با شما یک تحفه ناچیز گرفتم. یعنی در حقیقت بسیار ناچیز بوده است. این کلیدش است. اگر خواهید ماشین رو یک جای میرانیم. این چی جرأت است؟ از حد گذرانی. خانم سلن فکر کردم که اگر ممکن باشد تو فکر نکن مایلش چون که تو از حوده فکری نفس کردن نمیبروی. عیب می شود خانم سلن. در اصل به شما عیب است. مایلش بگذاری خیل باشد از من نرنجید. این آدم رو بیده ماشین گرفته است. بیاداب. اینه که تو هم بیچاره رو پستی بد زدی. من تو رفتار خوب کردن خواست. رفتارش رو بلا زند.
نه آخر مدام رفتار خوب کردنیست برای چی گول نمیگیرن؟ برزگو ای زورو بسیار ناراحت شدم. خانم سلین اگر اینها را از نام من قبول کنید من بسیار ممنون میشوم. ای بین چه خیلی گلدسته زیبا آورده است. شما مرا مسخره کرده ایستادید خانم سلین. بله من این گلها را از قبرستان روستا آوردم. اگر پای برده باشد اگر نخواهید من این گلها را میپرتویم. این گلها گرچه ارزان باشند لیکن من اینها را با یک صمیمیت زیاد برای شما آوردم اما تو شکستی دلم. ای سلین او خطا فهمید بسیار عیب شد. به خدا بسیار عیب شد. ما باید همدیگر را با مسخره شدیم. ایسلوید کسی مرا فریاد کرد؟ کی مرا فریاد کرد سلین؟ گلهایم رو بدهی. همه گل قبرستانه؟ بله برای من نگرفته ای مگر؟ البته برای شما. غیر از شما لوین با کی گل میدید؟ تشکر زیاد که این گلهای نوتیز را قبول کردید. من می ندارم لوین جان. لوین جان؟ مرا جان گفتی؟ لوین جان؟ مرا جان گفت بغدا. ای دختری خاله سلین مرا جان گفت. ای بچه تو چیکار کرده ایستاده ای؟ تمام برادر مرا خونسندی من آغوش گرفتم. بیاش مرا یک آغوش بگیرم. چیکار کرده ایستاده ای برادر؟ سلین مرا لوین جان گفت. محبت را سلین باید آموخت که از که آشای چشمش بگیری هیچ یارا نمیبینه. خیر میبینم پسندد آمد. نی عزیزم چه علاقه دارد؟ نی عزیزم چه علاقه دارد؟ رفتیم چی شد گبزن؟ گوش کن برادر کمی سر اونم آقای اکرم چرا به من زنگ میزند؟ لبای آقای اکرم تو آدم نیستی. چی؟ نفهمیدم. تو آدم نیستی گفتم. اما چون در بین کودکی شد وضعیت تغییر مییابد. چه خیلی کودک؟ پدر میشوی پدر. پدر میشوم؟ حاله حامله است. شوکت بریز. شوکت من با مسجد ندارویم. استاد چی شد یکم کس وفات کرد؟ نه استاد بسرم یک سوال مهم اومد. خدایا تا با چه خیل تو اومدی تلخم رو کفوندی بپرس. استاد چرا ما خواب میبینیم؟ چی؟ خواب؟ چی شد تو دینا شب خواب دیدی؟ نه استاد ندیدم. خواب پیشینه رو؟ نه پیش هم خواب ندیدم. هجری تو آخرین دفعه کی خواب دیدی؟ استاد آخرین دفعه من کی خواب دیدنم رو به خدا نمیدونم. تو آخرین دفعه کی خواب دیدن تو رو نمیدونی باز اومده از من چرا ما خواب میبینیم گفته سوال میپرسی. نویس. هجری شاید حیاتی بسر برده ایستادنمون یک خواب است. وقتی وفات کردنمون هنگامی به اون دنیا رفتن از این خواب برمیخیزیم. هجری این حیات یک خواب بوده میتواند. شاید حالا از سبب خواب دیدنم به این سوال جواب دادن نمیتوانم. آخر در خواب هستیم که از این جهت مانند خواب فکر کن. خیر من رفتم. آخر در خواب هستیم مانند خواب فکر کن. خدا راضی باشد استادی عزیزم سرم آرام شده. علی جونم خبر راست است. استاد تو اینجا چیکار میکنی؟ آخر کی به تو گفت؟ هیچ کس باید نمیگو وعده داده بودم. خبر میشوم ما فرزندان میشویم. بیسرم تو چیکار میکنی؟ نبیرم را میفتانی و حامله است. ای بابا جون. ای بابای تشکر زیاد.
عشقم گوش کن در بینمون یگان زن ندر اومده است از راستی آخر یگان کس هم همراه شده نمیتواند من به غیر از تو هیچ کس را دوست نداشتم اما حالا باز دیگر کس را دوست میدارم کودکمان را به خانه برگرد برمیگردم برگشتم و برمیگردم اما یک شرط دارم مایلش بگو عزیزم تو فقط بخواه عزیزم بخواه از آسمان ها ستاره ها فرود آرم بخواه در هوا با پوفک ها حله نویسم آسمان ها را یک طرف گذار و زمین فرا حالا آن زن هست کن او را از شبه به دیگر جا روان میکنی اگر نشبه تو از آنجا میروی فهمیدی؟ مایلش عشقم تو هر چی بخوای بکن پس این طور باشد مایلش برمیگردم عزیزم جان بله جماعت مسلمین در معروضه امروزمون چقدر بازن زورآوری کردن در دینمون گناه است در این باره صحبت میکنیم نامک بسیار گناه دارم اما تا امروز یگان زن را رنج و عذاب ندادم در این باره دلم راحت است آفرین با تو این زبنده است عیناً همین خیلی دوام ده مرا گوش کن تو به این موضوع بسیار دقت کن به خدا پاره پاره میکنمت ای برادر خاموش شو در مسجد هستی بله جماعت گرامی مقام زن در دین ما بسیار مهم است فراموش نسازید دینی که زنها را از ورطه زنده به زنده به خاک سپردن نجات داده و به زیر پایشون جنت را توتیا کرده است نامش اسلام است گوش اندازید جناب پیغمبرمان در خطبه ابتدایش این خیل فرمودند ای مردم و شما حق زنها را رعایت کردن و در این خصوص از خدا ترسیدنتان را توصیه می‌دهم شما زنها را همچون امانت خدا گرفته اید فهمیده محترم جماعت با خدا که داملو موعظه خوب میکرده است با خدا در نزد داملو شرمندم با خدا خوب شد که از سرداری پیشینم جدا شدم و با شما پیوستم با این وسیله فرصت حقیقت رو دیدم به دستم اومد بله ای برادر آخری خیلی نمیشود ایرج خب کن چون دامولا در اینجا هست حقی گپ زدن نداری گوش کنید محترم جماعت جناب پیغمبرمون امانت خدا میگوید زنها را از همین سبب هنگامی به زن زورآوری کردنتان به امانت خدا خیانت کردگی حساب میشود یعنی شخصی که نسبت زن یگان خطایی میکند نسبت خدا یگان خطایی کردگی حساب مییابد استاد با خدا که راست میگوید اما چه خیلی خطاگی گفتید استاد این را نفهمیدم میجری آن رو یگان جای نفهمش نیست گوش اندازید بیشتر من از اینجا یک نکته رو خونده بودم با شما رسوندم راه جنت ارزانه راه جهنم هم حتی لازم نیست داملا شخص نسبت زن خطا کننده را اول خدا نمیبخشد بعد من نمیبخشم چیزی که از دستم آید میکنم داملا ای برادر تو چرا با موعظه داملا دخالت کرده ایستادوی یا خدا توبه ایرج کمتر خاموش ایستو از برای خدا اگر یکان خطاگی باشد داملا خودش مانع میشود همین خیلی مگر در مسجد گپ میزنند خلیل آخری خودش چی گپ خاموش شد اکنون آقای ایرج تمام یکی وقتی که تو گپ میزنی ممکن است کو من گپ نزده ایستادم و شما خاموش استید گفته ایستادم ای بستی در مسجد خیلی نمیکنند خیر ما هم گفتیم یگان گپی خطا گفتیم برادر حالا این طرفش رو خوب فهمیده محترم جماعت مادرهایمون اپاها خواهرها و زنهایمون همه‌شون زن میباشند یک شخص پست بی‌ادب اگر به مادر و خواهر زن شما ضرر رساند شما چیکار میکنید نابودش میکنیم داملا نابود از با دنیا آمدنش پشیمانش میکنیم داملا خیر اگر بینیم که با یک زن ناشناسمون زورآوری کرده ایستادن چیکار میکنیم داملا لطو کوب کرده استخوان‌هایش رو هم میشکنیم این رو لطو کوب نگوییم آقای کانون اما این رو با مدد زن رفتن گوییم بله محترم جماعت زنها با ما و با جمعیت از برای امانت خدا بودنش نسبت آنها همه وقت با احترام رفتار کردنمون لازم است استاد شخصانی که با امانت خیانت میکنن آنها رو چیکار کنیم آخر چیکار میکنیم دوستم سر و بدن او را هم میشکنیم داملا اگر اجازه دهید یک خاطره ام را نقل کردن بخواهم شما خاموش نمیشوید خدایا توبه ایرج داملا من یک دوست داشتم
بسیار دوستش می‌داشتم. یعنی قریب بود که عائله دار می‌شدیم. می‌دانید در آخر آن زن شیطانی کرده مرا فریب کرد. چخیل خار کردم، چخیل محو شدم، چخیل از پای افتادم. فهماندم بسیار دشوار است. خودم را به می بخشیدم. بعد از آن دختر یک خبر گرفتم که ترسیده فکر کرده است که به او یگان ضرر میرسانم. گریخته رفته است. چیزی نباشد در دین ما بازم دست برداشتن ممکن نیست. دامولا دختر رو نکشتی اما با خونت آماده خودت رو کشتنی خواستی و یا بیار آقای کنعان دیوانه. با چی شد آقای کنعان؟ یا که با خودتان ضرر رساندنی بودید؟ آخر دامولا آن طرفش آنقدر بیاد ندارم. آنجایش کمی آمیخته است. به خانه کلتکلز گفتنی یک دوست در آمده مرا به این حال آورد. دامولا در مسجد در این باره گپ نمیزنیم. دامولا در نتیجه به زوراوری نسبت زن با شدت مقابلم. یعنی زن مادر است، به هیچ زیر کدوم مادران است. جماعت مسلمین آقای کنعان یک مثال آورد. در این باره با او سپاسگزاری می نماییم. بله محترم جماعت، موعظه امروزه همون را هم به پایان آورده رسوندیم. جمعه مبارک باشد. خوش آمده دامولازیا. خوش باشید خانم سیبا. مهمون سازی اصلا خوبم شیرین نکم. تو چی خیلی؟ با خوردن شیرینی های تو اومدیم. البته که از شتی دامولو گوزه دامولو. بخور چی که میخوری بخور، لیکن از من دور شو. بیای درایت. با خدا از این کودک بیزار شدم. یک گپزنی این کودک رو بین. باز آمد. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی دامولا؟ خوب هستم. شما چی خیلی؟ رحمت. شما دیگه دامولا اگر اجازت باشد شینم. البته به یگون مشکلی مرحمت. چی خیل شما دامولا؟ خوب هستیم شکر خدا. دامولا معویزه امروزتان عالی جناب بوده. بسیار غذای معنوی گرفتیم. خدا از شما هزارها بار راضی باشد. از همه دامولا با گوشم یک دو چیز نافارم آمد. بخیر از آقای کنون. چی خبر بوده؟ شما از خانم زهرا جدا می شده؟ پس گفته خبری بعد تیز پهم می شده از راست بوده است. معلوم که خبر تا با شما آمده است. دامولا از دستمان برای خدمت چیزی که آید ما تیاریم. و خدا یگون کار برای کردن نیست آقای کنون. ما انسان ها دنیاهای گوناگون بودنمان رو قرار داده را همون رو جدا کردیم. یعنی شما اکنون خانم زهرا را دوست نمیدارید؟ ها؟ دوست نمیدارم. چرا خندیدید؟ دامولا با تشبیه هم خفه نشوید و این خیل نکنید دامولا. آخر مؤمن برادری مؤمن است دامولا. شما با خانم زهرا بسیارم عاشق هستید. بخیر است آقای کنون. این از کجا برآمد؟ دامولا از یگان جا نبرآمد و از قلبتان فواره میزند. فواره آن از آنجا نمایان است دامولا. با خدا شما آن را خطا میبینید به فکرم آقای کنعان. این کارا نکنید دامولا. ما هم دوست داشتیم، ما هم عاشق شدیم، اما یک بار دوست داشتم را از دست دادم. حالا باز او را یافتم دامولا، اما او مرا دوست نمیدارد. چی شد؟ اصول با کار نامد آقای کنعان. دامولا به این حال من نگرید. کلتکیل از گفتنی بیشرف اگر مرا به این حال گرفتار نمیکرد مگر به اصول من احتیاج می داشتم دامولا. اما شما از دست نمیدهید دامولا. برای این چیزی لازم باشد از دستمان چیزی آید همه چیز را میکنیم. مانند شما به یک آدمی محترم یگان فایده هم رسد. شاید خدا به من دستگیر کردن آن کلتکیلسی پدر لعنت را نصیب کند. انشالله آقای کنعان، انشالله. بخشش دامولا، بخشش. یکی از دهانم بیرون شد. عذاب دارم در این خیل حالا تو چیکار کنم دامولا؟
خیر مایلش با اجازه شما. اجازه از شماست. تا باز. خداحافظ. شما دیگر این شما در شعبه پلیس روبرو شده بودید. اکاتون رو گم کرده بودید. بسیار غمگین شدم. دلم بسیار پاره شد چون حال شما را دیدم. خدا رحمتش کنه. نه در بین خطا شده است. اکای من زنده است. ها همین خیل؟ بله. اوه بسیار خوب. انشالله در مدت بسیار کوتاه او را میابید. انشالله. تا باستید. خداحافظ. السلام خانم بتول. السلام. مرا ببخشیدم و شما کنعان را از کجا میشناسید؟ نمیشناسم، تنها یک بار در شعبه پلیس روبرو شدیم. تمام. یعنی از من خفه نشوید و اونقدر راستی آدمی خوب نیست. اگر یکم بار دیگر با او روبرو شوید بسیار هم صحبت نشوید گفتنی بودم. آخر من با او هم صحبت نیستم. تنها درباره اکرم یک چیز پرسید، من جواب دادم. تمام. با حیات داخل کرده همه چیز رو معاف کردن نمیخواهم. در اصل اکایی که سالها جستجو دارد دوست بودنش رو فهمد دنیاش تیره میشود. مرا دایم مانند کودکیم به خاطر آورد. مادر ملیس بخیر است؟ میبینم بسیار خورسندی. بله خورسندم مادر جان. کمی گپ زن چی شد؟ امروز به سمی خوراکی نصفی روزی خوردم. بازو مرا به سیر و گشت دعوت کرد. بسیار عالی جناب خیر. درباره چی گپ زدی؟ همین خیل آنقدر گپ‌های مهم نزدیم اما امروز گویا که به من دیگر خیلی نگاه کرد. از او امیدش رو کنده جوهری حقیقی را ده. انشالله همین خیل می شود مادر جان. همین خیل مادر و به میلیس دومولازیان نباید باز او را جدا شوند. به من کمک رسانید که آنها را آشتی کنانیم. ای میلیس تو از طرفی خطا نظر داری. کمی عقلت رو کار فرما. اگر زهرو از دومولازیا جدا شود در چشم آقای اکرم پس می شود. آخر مادر اگر زهرو از دومولازیا جدا شود من سمی را از دست می دهم. اگر زهرو در چشم آقای اکرم پس شود چشم سمی بغیر از تو دیگر کسی را نمی بیند. خواطر نشد. مادر شما دائما خودتان را فکر میکنید، مرا فکر نمیکنید. من هم همون را فکر دارم. یعنی آینده همون را فکر دارم. تو هم کمتر با عقل باش. شما هم طبیعی مرا خیره کردید. لیویند ها با اون تو امروز گپ زدی؟ نه گپ نزدم. هیچ گپ نزدم کمیسر سرویناز. یا خدایا آخر به زنگ‌های من هم جواب نمیدهد. خواطر شدم. یا خدای تبا من هم خواطر شدم. یک من از تلفن خودم زنگ زنم. گداگ رفت. علیا سردارم. بله سردارم این بسیار خبر خوش. راستی تبریک میکنم. ینگه هله را هم تبریک میکنم. بله سردارم تا بازدید. خیر چی میگوید؟ میدونه چی؟ ینگه هله عاملدار شده است از اکای اونال. چی؟ یعنی اکای اونال پدر میشود، ینگه هله باشد مادر. اکنون سردارم از ذوق سیاه کلته که از گفتن آدم ها خلاص شد. از این پس بانی نیچهش آواره شده فکر یگاه کس را نمیکنم. خانم سرویناز با اجازت شما من پیش سردار اونال میروم و برای نیچه لباس میخرم. رو اصلا اونال از کلته کلاس دست نمیکشد. اون حالی باشد از جای آمدهش باز میگردد. اونال باز از من میشود. من به اینجا بیخوده نآمده هم. میبینیم که در حقیقت زاغ سیاه دومولازیا بوده است. اگر همین خیل باشد درحال به پلیس تسلیمش میکنم. اماکی اکرم اگر فهمید که نبیرد با یک سختکار فاتحه شده چیکار میکنیم میبینیم. انشالله. یا خدای توبه باز این جواب نمیده. در کجا باشد؟ عشقم من آمدم. ای اونال در کجا بودی؟ اینقدر دیر کردی. عشقم نگاه کن چی ها آورده. اینها چیستن؟ برای کودک ما خرید کرده. نصف پولی بازیچه ها رو من دادم یک هله. دست درد رو نبینم. در اونجا گذار.
سردارم ینگه اکنون من میروم برای همهش بسیار سپاسگزارم خودت رو احتیاط بکن لوین تشکر مایلش خیلی کن جو میوم آخر تو چیکار کردی اونال اینها چیسته؟ عشقم اینها چیزهای در دوره اول لازم بوده در اصل دوچرخه گرفتنی بوده اما فروشنده گفت که از 3 سالهای پایان ممکن نیست یعنی حالا تا تولید طفل کلان شدنش وقتی بسیار است بین عشقم بینها نگر بینها نگر کودکمان تولد شده زود کلان میشود آخر یک مینگیری که تب راه گشته مینگیری که بعد کلان شده است و بالای شیفت ها راه میگردد این خیل جهیده در روی دیوان ها میگردد بعد میبینی که افتیده است آخر کودکان این خیل جهیده و پریده کلان میشوند علی آخر با آرزو ما میرسیم علی جان با آرزو تو اینقدر خنده آور بوده یا خدای توبه جانک من زنک جانم عشقم یا خدا جان در حقیقت امروز روزی من بود سردارم اونال حامله دار شد سلین جان باشد گلی ناچیزی مرا قبول کرد جانان شد نکی ایوا اکنون چیکار میکنیم جایی نداریم که شب روز کنیم زورو اکنون بشین سرم چرخ زد چی کنم سلین از فکر دیوانه میشوم چون حس میکنم که گویا با بابایم یگان واقعه ناخوش رخ میداده باشد و ترسیده شدم خیر تو هم به اون نگو اصلا من تایها قرارم را دادم سلین و بابایم جدا شدنم آن را میگویم اکنون دیگر بسیار پنهان میکنم نمیتوانم خدا چی گپ است؟ در این نیمه شب در اینجا چیکار میکنی؟ بابایم ناراحت شده است با او آب میبرم با بابایم چی شد؟ چرا؟ من یک رفته بینم؟ نه ایس تو نرو زورو با او چی شد؟ چرا من باید رفته نبینم؟ این خیل چون که چی بابایم برای تو غمگین نشوی گفتنم رو نخواست یعنی یگان جای ترسش نیست اما امشب به نزدش نرو اما من خواطر میشوم لطفا زهرا تو خبر دادی گفته بعد مرا جنگ میکند آخر داروهایش رو خورده خواب میکند من تمام شب در نزدش میشوم لیکن وعده ده که اگر حالتش بد شود به من خبر میدهی مایلش خواطر نشو انیک خبر میدهم بابایم مرا انتظار است من روم مایلش عزیزم درباره جدا شدنمون پگاه گپ میزنم میبینید دنبالازی ها حالا زهرا رو خلاص بکنن چی شده؟
زوغیسیو زهرو رو دزدیدیم. اگر خواهی که به او ضرر نهاید ساعت 4 به فابریکه محله بیو. رقمی تلفنی یازنه اونال. ها یازنه اونال چند است؟ انا اکنون نوبت پلیس. اگر زوغیسی آن را دستگیر کردن خواهی ساعت 4 شب به فابریکه محله بیا. این آخرین فرصت توست، چون که زوغیسی ها به خارج فرار میکنند. زوغیسی ها اوی کالتکیل است را دستگیر کردم. کارت این را برآورده پرتافتن هماش حالا است. این دفعه کارت حالا است. عشق من زود میویم. کارت کلاس رو دستگیر کرده جشنواره میکنم. بعد از این همه چیز مانند خواست تو میشود. الو ساوینوس، خبر اومد. کارت کلاس به خارج فرار میکرده است. به حرکت میگذاریم. ساعت 4. خواطر نشازه دارم. تو را نجات میدیم. تو از کارت کلاس بودن زاغ سیاه باوری داری؟ خبر دهنده تنها زاغ سیاه گفته است. زاغ سیاه کارت کلاس است. از خودم باوری دارم. دستان رو بردار. دستگیر شد. قسم میخورم که دستگیر شد. آفرین اکیونا. با تو گفتم بردار. یگان حرکت ناجان نکن، نباشد نپرانم. حالا باشد آیسته آیسته به طرف من تاب خور. زاغ سیاه. یا که کلت کلاس میگفتم. نقابت را برار. با آخری کار آمده. آی کلت کلاس، این دفعه تو تمام شدی. نقابت را برار گفتم. او کی بود است؟ ای بچه تو کی هستی؟ بلا زند. آخر زاغ سیاه داملوزیا نبوده است؟ افتش رو بینینا. زهرا با این عاشق شده است. روبو کارت کلاس این تویی؟ کارها چی خیلی؟ کارها برباد رفت. که به خدا قرضای ما رو با تو سپردنی بدیم، اما کارها جزیر شدن. مهم نیست روبو. قرضت را میسپری، خواطر نشو. یعنی چی خیر؟ اکا نقاب رو با من دو. ما رو با اینجا روان کرد. من بیگناه هم. آی کالتا کلاسی بیشرف، باز مرا مسخره کردی ها؟ اکا من روم. و کجا میروی؟
با کجا میروی؟ اونال 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 کجا شده باشه؟ در بغل چی داری؟ تو کارت کلاس رو از کجا میشناسی؟ بله الو شما کیستید؟ سلام حلی جان من سرویناز. سرویناز؟ اونال در کجاست؟ گوش کنید حلی جان آروم باشید یک جای تلاشش نیست مایلش ما با اونال از قپای کالتا کلاس بودیم. چی؟ کالتا کلاس؟ بله یک کس رو دستگیر کردیم لیکن کالتا کلاس نبوده است. اونال حالا پرسپوز دارد یعنی وقتی به تلفن جواب دادن نداشت من زنگ زدم اما خواطر نشوید یک جای تشویش نیست اونال بسیار هم خوب است. بسیار آرام شدم یعنی معلوم که در شکاری کالتا کلاس هستید. آفرین با شما موفقیت خواهونم. بلا زند آفرین اونال حیف بر تو بود این دفعه تمام انیق تمام. پیش درا با ماشه سوار شو. بله عزیزم من آمدم جوانم من آمدم. بله زنک جون من آمدم تو در کجایی؟ تو رو ترک کردم اونال وعده دادت رو نداشتی. تو رو با سرویناز در شکاری کالتا کلاس موفقیت خواهنم و من دیگر زنگ نزن برای گپ زدن هم کوشش نکنم. با خدا کسی ما رو با دوم افتاندنی بود اما کی؟ شخصی که ذوق سیاه بودنم رو میدوند یا شبهه دارد. این خیلی ناامیدی به تو زیبنده نیست. با خدا با سر گویی و شخصی از قصر میوید. مثلا آن سمی لاغر. دخترم بیخور آخر. اشتها ندارم بابا جان. یگان جای درد داره دپه؟ نمیخواهم گفتم کو. یکی تیفلت گروس نشده است؟ اکنون با اونال همش تمام شد. این دفعه تماما به آخر رسید. اپا جان التماس غمگین نشه. من با اون خونه برگشته نمیتوانم. آخر عقلم نمیگیرد. یعنی شخصی که صاحب طفل میشود چرا حالم از قفای کالتا کلاس میدود؟ آخر دینا گپ زدیم به من وعده داده بود. راست میگویی آنونال به هیچ چیز لایق نیست. حتی آدم نیست. آدم نمیفهمم. در حقیقت نمیفهمم. وعده داده بود آخر با من وعده داده بود. حالی جون مردانی حاضر زمانه چپ و راست رفتنشان معلوم نیست. طفلی در بطن بوده و دختری مرا غمگین میکند. آدم باشد که پدر شود. زورا اگر خواهی حاضر گپ نزن. شب گپ میزنی بابایت بسیار عصبی است. به فکر من هم
بابایم در این حال عصبی بودن زهرا با گپ زدن جسارت ندارد. یک راهش را یافته و بابایم نگفته آنها را آشتی کردن لازم است. سلامت باشی عزیزم. زهرا جان سلامت باش، شفا یابی. به فکرم زکام می شوم. تشکر. اگر دامولوزیا بیمار شدن زهرا را فهمد آشتی می شده باشد. عزیزم بیمار هستی؟ به فکرم زکام می شوم بابا جون. امروز به کار نمی روم، کم ترک استراحت کنم. چشمانم سوخته است. دامولوزیا چخیل است؟ مدت زیاد شد که ما نخوردیم. بابا جان بعد از استراحتم گپ زنی می شود؟ مایلش. با اجازت شما. خواطر نشو، با تو گپ میزنیم. بله در اینجا همین خیلی شده است. از همین سبب گفتم. انا بین هجری 18 روز نکش. معلوم که دفتر قلم رو تیار کرده. در سر سوال هست، زود پرس. اکا هجری بسیاری بد گذری مگر همیشه سخن میگویم. به تو خب کن، سوالت رو پرس هجری. استاد سوال من این خیلی از در اینجا یعنی یک دقیقه. لبای چی شد؟ زهرا بیمار است؟ خانم ملیس یک اسپان رو دود دهید، بالی موی چای کنید، همش میگذارد. آخر دامولوزیا در برش بودنتون لازم است. خودش رو بد حس میکند. در این حال به شما احتیاج دارد. بعد از مشکلی های در بینتون شده خودش رو بسیار تنها حس میکند. بسیار غمگین است. خانم ملیس چون سیاحت شود همش میگذارد، هیچ چیز نمیماند. خاموش کرد. یا خدایا توبه. جواب نمیدهد. ای سربیناز آخر چرا به حاله گفتی که ما در جستجوی کلتکلس هستیم؟ آخر اونال تو مشغول بودی. چون به تو زنگ زد فکر کردم که خواطر نشود یا گفت فکری بد نکند گفته این کار رو کردم. یعنی این کارو چی جایی با همهاش هست نمیفهمم. از من جدا میشود. جدا من نابود شدم. ملیس؟ ملیس چخیلی جانم؟ خوب خودت چخیل؟ خوب. من یک چیز پرسم. تو چرا جدا شدن زهرا و دامولوزیا رو نمیخواهی؟ آخر زهرا مثل اپام است. یعنی خوشبخت شدنش رو میخواهم. راستش رو بگو. راستش رو میگویم. چرا برای من نمینگری؟ نگاه دارم کن. خیر تو چرا جدا شدنی آنها رو میخواهی؟ نه عزیزم چه علاقه دارد؟ جدا نشوند. ای بیومون خوب میخواهی کنی قایل شو. میخواهم. من با دامولوزیا بسیار عصبی میشوم. مگر دامولو این خیل میشود؟ تو از همین سبب دامولوزیا رو پی بردی یا که یگان شبهه داری؟ نه در اصل تو گفتگو کردن این آدم رو یک طرف گذار. دامولوی مسجد است آخر. آخر پدر جان شما را اینقدر شاد و خرسند دیدن چی زیباست نه؟ زهرا و دامولوزیا یک آشتی شوند، باز توهایشان را کنیم. تو بد خرسندی مرا ببین. زهرا هم آمد. ما هم کمی پیش درباره تو گپ میزدیم. سلام. السلام. چیکار کردی؟ با دامولوزیا گپ زدی؟ زهرا مشکلی های در بینتان بوده را حل کردید ها؟ بابا جان ما کمی تنها صحبت کرده میتوانیم؟ مایلش گپ میزنیم یا رفتیم؟ مایلش پسرم. مایلش. آقای کنعان اومدن. این در اینجا چی میکوبد؟ آقای کنعان؟ مایلش در آید. بابا جان بعد گپ میزنیم. حالا من رفتنم لازم است. مایلش دخترم گپ میزنیم؟ با اجازت شما. مایلش.
السلام علیکم آقای اکرم. بخیر است؟ تو اینجا چکار داری؟ چکار دارم؟ آخری که نمیشود آقای اکرم. چیزی نباشد ما خدای صبح بیاویم از طرف داماد هستیم. یعنی آخر با شما خدا پیشتر هم گفتم دامولازیا به صاحب نیست، ما از طرف او هستیم. عصبهایم خودش ویرانند، با تو سر کار گرفتن نمیتونم. کنی از پس کارت شو، رو زود. آقای اکرم من آخر خودم اینجا برای کار آمدم. شنیدم که بین دامولازیا و زهرا این خیل نافهمی خورد بوده است. میدانید در همه مناسبت این خیل میشود کاری ما باشد. آنها را آشتی کردن. آشتی کردن؟ بله، آنها جوانند، غرور میکنند، از مورچه فیلم میسازند. مگر اینقدر مبالغه لازم است؟ نه و امایش هست. امایش نیست آقای اکرم. من اینجا شخصا جوانان را برای آشتی کناندن آمدم. تعریف نشود و موفق نشده هم دست کشیدن در طبیعتمان نیست. فهمیده؟ این کار چه می شود؟ بیایید فهمانم. سمی این کنعانش کیست ها؟ من یکم بار میبینم با آدمی سوز مانند نیست و اما بسیار خوب، بسیار خوب. بله، اما اول دامولازیا را به خوراک دعوت کردن اما لازم. نه دعوت نکنین. یعنی این خیلی زود دعوت نکنیم، کار داشتگی سفر. تو خاموش باش بیشرم. چی آخر از این باز چه خیلی کاری مهم می شود آقای اکرم؟ همین خیلی نه؟ دعوت کن، دعوتش کن. اگر دوم سمی فکر کرده باشد او از کجا فهمیده است آخر من در کجا اشکر شدم؟ یا خدا، این کنعان از من چی میخواهد؟ الو آقای کنعان. الو دامولازیا، در حال آمدنتون در کار در کجاه؟ ما در خانه خانم زهرا هستیم. زودتر باشید، مسئله حیات و ممات است. زود باشید. در خانه زهرا هستید؟ بله زود باشید دامولا، در حال بیایید. خانم زهرا را انتظار نکنید. مایلش خدا توبه، کنعان دیوانه در این خانه چی میکند؟ باز با زهرا یکان مشکلی نارم. مرحمت. شب بخیر. شب بخیر. بیا لبین بیا. خدا جان، شکر که باز یک جا شدیم سردارم. دیروز که رفتی با آمدی هم قیادت کردم که سردارم. این خیلی نباید سردارم. آن یک روز به من مانند 1 سال شد. تنهایی درد سخت است. این خانه را بسیار یاد کردم سردارم. چیکار کنم؟ لبنت ینگه حالیت باز منو ترک کرد. شنیدم سردارم، بسیار غمگین شدم، اما کار شدگی شد. این کار رو باز از جهت خوبیش نظر کنید. جهت خوبیش چی بوده است؟ ینگه حالی رفت، من آمدم. تو خودت پزم؟ میپذی؟ یاردم کنم؟ شما فقط یان باش کنید دادرمونم. باشه. دایم این خیل خورسنده نمی شود. بعضا جنگ و بحث ها میکنید. جنگ های شیرینی بین دوست داشته ها در طبیعت عشق است، اما خود را به دست داشتن لازم است. البته مهمش دراز نکشیدن است، پریشان نماندن. البته که در بین جدا شوی آدیده می شود. طبیعت دستین همین خیلی نه؟ با خدا بسیار خوب گفتید آقای اکرم. حق بر جانب شما. تشکر زیاد. یک برادری بسیار عزیزمان در یک سرودش میگوید که
از من محبت نه، جانم را بخواه. آن را از خود بکن، هیچ گپ نمیگویم. یعنی برای عشقت در کار شود، جانت را فدا میکنی. برای عشق مردن باید، بعد آن عشق میشود عشق. آقای اکرم از من نرنجید، با احساسات داده شدم. خفه نشوید. چی گفته ایستاده بودم؟ عشق را فهمانده ایستاده بودید. مانندی گفته ای آقای اکرم هم ما انسان‌های دنیاهای گوناگونیم گفته این خیل مسئله های خود را مشکلی نمیکنید عزیزان. من این خیل گپ گفتم ها؟ آخر آقای اکرم نگفته باشید هم میگویید دوستم. من برای این بجای شما با آنها مصلحت دادم. نفسم تنگ شد. عشق را چیزی با فهمانده ایستاده اید. صبر میکنی. کاری صبر است عشق صبر. مانندی تسبیح میگردانی یک تا. پدر چی گفته است؟ انتظار شدم که دوست می‌دارد. صبر در یک طرف، امید در یک طرف ماند. آفرین. خویزه بیا برادر با مرچکشک شیده. این سری هشتم شفا دیودار نیست؟ عجب کینا بوده است. لبه که فروخ. ها اونال اون کنعان دیوانه است. کی است؟ اون دیوانه که با اینجا آمده است پسرم؟ او در آنجا چی کار دارد؟ آخر چی دانم؟ این داملازیا با زورا قهر شدند. آنها را آشتی کردن میخواسته است. خوب و دیوانه کنعان چه علاقه دارد؟ چه علاقه دارد میگویی؟ این کنعان دیوانه داملازیا را بسیار دوست می‌داشته است. هر دویشان را آشتی میکنه میگوید. یا خدایا توبه. کنعان دیوانه در آنجا بوده است. من به تو زنگ میزنم. اوه چی شد؟ سردارم کنعان دیوانه با خانم سلن در یک جا بودن نمیتواند. لبن اجازت نمیدهد. با کجا؟ پسر با کجا میگویم؟ در کجا آمده بودیم؟ من میگویم که جوانان را آشتی کننده تاریخ توی را معلوم کنیم. توی؟ من هم باید با توی تیوری بینم. توی؟ بینید هر دویشان چکل در هیجان افتادند. این چه علاقه دارد؟ آخر آقای کنعان. بله داملازیا ما میکنیم. از طرف داماد هستیم. من میکنم توی را من میکنم. نه توی را من میکنم. شما چی میگوید آقای اکرم؟ چی میگوید؟ در کجا دیدید که توی را طرف دختر کنند؟ توی را طرف داماد میکنند. شاید اویلادار شدن نمیخواهند. یعنی یک پرس این طرف های مقابل رو بحث کردن لازم نیست. اتماد را گیره احمد. کاری تو چی گفتنی اویلادار شدن رو نمیخواهند؟ این چی گپ؟ اویلادار نمیشوند. این خیلی از فوتیه گشته نمیشوند. آفرین آقای کنعان. یعنی آقا این مرا آقا نگو. دمت را گیر گفتم. به شرف احمق این رو انتظار است. از جدا شدن ما چقدر وقت گذشته است و اینها تا حال درباره توی ما گپ میزنند. انا یا با گرسیا چی شده استاد از یا ما جدا شدیم چه خیلی توی؟ خانم زهرا جدا شدنمان رو حالا هم نگفته؟ مرحمت شما گویید. آن روزی توی را گپ زنید آخه؟ یک دقیقه گپ زدن باشد گپ میزنیم و این خیلی خاصی شما نمیشود. اوف بابا جان چی فرق دارد مهم اویلادار شوند؟ فرق دارد. فرقی کلان دارد. توی نبیرم را دیگر کس کردن نمیتواند. من حالا نمردم. آقای اکرم عیب میشود آخر این خیلی دیگر کس نگوید. یعنی از طرف داماد هستیم گفتیم لطفا. یک دقیقه شما چه خیلی از طرف داماد میشوید؟ داملازیا را پرسید ها؟ رازیگی او هست؟ یعنی حالا همین خیل شدیم ها؟ داملازیا شما راضی هستی؟ چه خیلی رازیگه؟ از زهرا پرسیدید که عجب اویلادار شدن میخواهد یا نه؟ یعنی در داملازیا آخر نشانه های اویلادار شوی معلوم نیست؟ نه این خیلی نیست.
شما جدا نمیشوید. زهرا شما یکدیگر رو دوست می‌دارید ها؟ چی خیل جدا شدن؟ چی خیل؟ یگان خیل جدا شدن نیست. چی خیل جدا شوی؟ یا خدای توبه، از شما میپرسیدم آقا؟ مجبوری نیست؟ مجبوری اپا؟ عملیست. ای بس کن. چی مادر؟ یعنی با فکری من همه تو دمت را گیر. با تو کی اجازت داد که گپ زنی؟ دامولا بسیار اصولی خوب است. دوام ده. شما چی ها گفته ایستادید آقای فروخ؟ آخر دامولا نمیفهمند. دوام ده. آخر شما فکری چی رو دارید؟ نفهمیدم. در بینمون موند دامولا. فهمیدم. میلش چی میلش فروخ؟ با تو چی تولی؟ با ما دخالت نکن. آقا مناسبت شما هم ویران باشد، حالا چون آماده هم گپ نزنم؟ نه، مناسبت ما ویران نیست. همش خوب است. خدا را شکر. این کار نمیشود. بهوده مجبور نکنید بابا جان. میشود. ها آقای اکرم، با خدا حلال باد. باید شود. از خود زهرا پرسید که میخواهد یا نه؟ ای میخواهد. خودش گوید. یک لحظه. اگر اجازه دید من همش رو اشکارا با شما فهمونم. یاری هیچ کس از جایش نچوبد. آمد را بیرد. آمد. بس پول تنتمه بس خیلی سال شوه. آی خدا شکم، شما کیستید؟ از ما چی میخواهید؟ از شما چیز نمیخواهن آقای اکرم. از من میخواهن. این بیشرفا دشمنان من هستند. بیشرفا دیرو گردن نکردن که با مقابلم برایند. این خیر یک طرفی ضعیفی هم را یافتن. بسیار گپ نزن. بیش در رو میروه. ادف شو. آقا این دختر رو هم گیره؟ میگیره. زیبا بوده است. در راه خوشحالی میکنه. دختر رو سر دید. نباشه شما رو همینجا پاره میکنم. مرا گوش کن کنعان. سلاحت را پایان کن که میپرانم. دختر رو سر ده. در جایت ایست. قهرمانی نکن که میکشمت. با جایت چین. حاضر تو رو میکشم. تو مرا پراندن نمیتوانی. آن سرداری به ناموسات مرا زنده میخواهد. درست، اما قصدی دوستم را گرفته نمیماند. تو یک جان را گرفتی. اکنون نوبت من. دختر رو سرده گفتم. نبیرم رو سردید. دمتون رو گیره. وزیر همتون رو یک تا بکشم. بس بگو بس که بپرونم. های کن بچه های کن. اگه چی به اول من کنه نایسودی بچه؟ گوش کن برادر. رفیقت رو پرون میفهمم. غمگین شدی. غمگین نیستم. عصبیم. قصاصی دوستم رو میگیرم. مدام جان کسی رو گرفتنی. دختر رو سرده. مرا گیر. وای با فکرم قهرمان اینجا تو هستی. این دختر با تو کی میشود؟ فاتحه شدم. بسیار دوستش میداری. بله بسیار دوست میدارم. از جانت هم زیادتر؟ برای از جانم رو دریغ نمیدارم. حلالت بود. این
خیلی عشق در این دور. گب رو دراز نکنه دختر رو سرده. کبوتر نشو، دراز نمیکنه. من زنده هم با او ضرر رسوندن نمیتوانی. میگه بایدش کدومی که مردن میخواد. یا کنان از این خانه میرود یا سلین رو انجام میبرانم. طاقت تو سلین. تمام دخترم تمام، همش گذشت. همه این یک بازی بود. چی؟ بازی بود؟ چی خیلی بازی بود؟ اینجا چی گپ است؟ آرام باش دخترم، آرام، همش رو میفهمانم. با جدا ماندن شما دیگر طاقت نمی کردم. چون آقای کنان این خیلی یک بازی ترتیب دیم گفت، من طاقت نکرده قبول کردم. خدایا بابا جا شما چرا چنین کارو کردید؟ چی خیلی؟ زورا دخترم، بسیار فکر کردم اما من دیگر امکانی نداشتم. من میخواستم که یک بار دیگر دوست داشتن یک دیگرتان را بینید. بین، همه دید دامولازیا از جانشم تو را زیادتر دوست می‌دارد. این داخل پر از آدمان سلادار است. من گفته بودم که کنان آدمی خوب نیست. من اکنون چیکار میکنم؟ خانم سلین در داخل است. عجبا پلیس رو جیغ زنم. سفسطه نگوی، خودت پلیس هستی. یا که ممسا رو جیغ زنم. نه حیات خانم سلین مهم است. در حقیقت بازی بسیار هم نالازم بود. این به شما زیبانده نبود آقای اکرم. من فکر کردم که سرش در بلا است، از همین سبب کمک کردم. به جای این یگان کسی دیگر می بود عیناً همین کار رو میکردم. یعنی از دوست داشتنی نمیرتان نه، از دو سر من دوستش نمیدارم. برای من این فاتحه تمام شده است. با خبر باشه. شب خوش. سیاه دستم بالا، نجوم بگی بپرانم. دستم بالا. تو چی کار میکنی؟ خانم سلین، برای شما رو خلاص کردن آمدم. آیسته با پشت بریده را اکتفان بکن. در قفای ما ایست، در قفای ما ایست. آی آدم، چل نجات دادن. تو چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ اینها مهمانانی من هستند. مهمانان شما؟ بله. تو در اینجا چی میکوبی ها؟ از تو سر عصبایم ویران است. بابی اکرم، من با خانم سلین گفتنی بودم که با این آدم در یک جا بودنش خطرناک است. کنان دیوانه است، چون که معلوم تمام محله اینا دیوانه میگن. تو خودت را کی میپنداری؟ هم به خانم زدن میدرایی، هم میمانهایم را حقارت میکنی. تو کیستی؟ یک ببین بابی اکرم، من را نشناخته. من لیویتم. من یاردمچی داماد شما هستم. یا که عینکاتون خیره شدن. منم لیوین. زود نابود شو از اینجا. دف شو. آقای کانون، خفه نشدید. این
این احمق چی گفتنشون نمیداند. من با اینجا تنها با خانم سلم برای یاردم دادن اومدم. من نیتی بد نداشتم. این حالا هم گپ زده ایستاده است. برو از اینجا دفع شو میگویم. خود من رفتنی بدم. زود دفع شو از اینجا. چارچشمه روا کن از اینجا. زود باش. صف. زورو جان بسیار حیران شدم. باورم نمی آید. آدم در پیشم جانش رو فدا کرد. این آدم انیق تو رو دوست می دارد. از شخ شدن برا سلین جان وقتی رفتنش گفته هایشان نشنیدی مگر؟ دروغ میگوید. برای کسی نباشد عیناً همین طور میکرده است. این دو رفته بیگون بفهماند. تمام شد سلین، تمام. از این راه گرداندن داملازیا امکان پذیر است. ما جدا شدیم. نه نباید این خیل شود. شما باید جدا نشوید. به این اجازت نمیدهم. کی باشد این؟ اگر با زهرا جدا شوی دنبالای ساخته بودنت رو با همان میگویم.